چرا؟ افته. آره. من یک مشاور املاکم. از نظر من خونه فقط یک چهاردیواری نیست. خونه یک حس خوبه. من یه مشاور املاک هستم. من نمیذارم هیچ مالکی خونه رو گرونتر از ارزش واقعیش به مستاجر واگذار کنه. من یه مشاور املاکم. تجربه و شناختم مسیر تو به یه انتخاب عالی کوتاه میکنه. من مشاور املاکم. از نوشتن قرارداد تا انتقال سند کنارتم تا هیچ نکته‌ای از قلم نیفته. من یک مشاور املاکم. کمک میکنم با بودجهتون بهترین خرید رو انجام بدین. من مشاور املاکم. فقط خونه نمیفروشم. امنیت، آرامش و انتخاب درست بهت میدم. من مشاور املاکم. تو این بازار پرنوسان با آگاهی که دارم جلوی ضرر خریدار و فروشنده رو میگیرم. من یک مشاور املاکم. انجام معامله برای من یعنی تعهد نه قرارداد. سلام، امروز 8 خرداد ماه روز مشاورین املاک هستش. من این روز رو به همه همکاران عزیزم در سراسر کشور به ویژه مشاورین املاک پرتلاش مشهد تبریک عرض میکنم.